نقشه 16 ما امروز فقط درسی تحلیلی میکنیم باید نقشه ها. ما در درس گذشته نقشه یکی به جای دیگری و باز یکی به جای دیگری اتوماتی را دیدیم و امروز میریم قسمت این نقشه ها که نام دارد یکی پس از دیگری برای سه محرک و یکی پس از دیگری برای سه محرک به طور اتوماتی و این هم برای یکی به جای دیگری هم هست. ما سرول این نقشه را تحلیل میکنیم که با کدام صورت هستند. one after another three engines سه تا محرک. این ما در اینجا سه تا محرک داریم، برخلاف درس قبلی ما دو محرک داشتیم، اینجا ما سه محرک داریم که هر سه آنها باید همون قاعده یکی پس از دیگری رعایت کنند. اگر ما تو اینجا بینیم AC2 اگر وصل شود K1 تیغه خود نگه دارنده K1 کانتاکتور یکم. یعنی قسمت آسان است فهم است. اگر AC2 را وصل کنیم K1 وصل می شود. زمانی که K1 وصل شد الکی از این قسمت یعنی از این قسمت جریان جاری می شود با استفاده از تیغه خود نگه دارنده. و زمانی که از این تیغه خود نگه دارنده جریان جاری می شود ما می توانیم که AC2 را وصل کنیم. یعنی تو اینجا هم الکی جریان است و AC2 را اگر وصل کنیم K2 با استفاده از تیغه خود نگه دارندش در مدار وصل می شود. یعنی الکی تو این قسمت اومد یعنی جریان به این قسمت وارد شد. یعنی هم K1 در مدار است و هم K2 هم الکی وصل شد. وقتی که K2 وصل شد الکی جریان تو این قسمت هست. یعنی ما اجازه باز وصل کردن AC3 را داریم. وقتی AC4 را داریم وقتی AC4 را وصل میکنیم و جریان از این قسمت هم جاری میشود به K3. یعنی ما سه محرک به صورت یکی پس از دیگری وصل کردیم. یعنی سرول محرک یکم حتما باید K1 وصل شد، بعد K1 وصل شد K2 و بعد که K2 وصل شد K3. همون نقشه دو محرک یکی پس از دیگری فقط در اینجا سه تا محرک ما داشتیم و شما میتونید در همون نرم افزاری که در نرم افزار ریلسیمو همینا پیاده سازی کنید. دومی نقشه این بود، همین نقشه یکی پس از دیگری سه تا محرک به طور اتوماتی. این همون نقشه است. من این باز مدار قدرت که به تغییر است میریم مدار فرمان. فقط در اینجا همون یکی پس از دیگری رله زمان به انجام میرسونه. خیلی AC2 که در اینجا AC2 گفتیم برای یکم محرک حتما محرک یکم باید موصل کنیم. زمانی که محرک یکم وصل کردیم و جریان از این قسمت الکی جاری میشد به سیم پیچ K1 و K2 در این لحظه K2 قطع است و این تیغه بسته نیز در حالت بسته است و با K4 رله زمانی K4 با الکی منبع وصل می شود. زمانی که K4 وصل شد شمردن وقت در این قسمت الکی آغاز می شود و اون به همون تأخیر وقت اگر اومد رسید همون وقت لحظه که ما با اون تعیین کردگیم و میآید تیغه همین باز K4 را وصل میکنه. وقتی تیغه باز K4 وصل شد آمد محرک یعنی از این قسمت K2 هم وصل میشه. K2 با تیغه خود نگه دارندش الکی وصل شد.
وقتی که کی دو وصل شد، رنگ عوض کنیم بهترش. یعنی ما در این قسمت الکه از اول بینیم، یعنی این خیل بعد این خیل و این کی دو با استفاده از این وصل شد. این زمانی که کی دو وصل می شود، همین تیغه بسته شده این قسمت قطع میکنه که این باعث می شود که کچور ما ریله زمانی ما از مدار خارج می شود. یعنی زمانی که ما وقت شمردیم دیگه برای ریله زمان یگان نیاز نیست، بهترش اون از مدار قطع میکنیم. و این چونین با سبب یعنی که کی هم قطع است، این تیغه بسته در این قسمت هم بسته است و جریان به کپنج نیز، ریله زمانی کپنج نیز جاری می شود. و پس از تاخیر در وصلی که در این کپنج است، این تیغه بازی اون باز وصل می شود و جریان از این قسمت به کی سه با استفاده از تیغه خط نگه دارنده جاری می شود. یعنی همون تاخیر، همون یکی پس از دیگری به صورت اتوماتیک با استفاده از ریله زمان در این قسمت راه اندازی شد. و در اینجا بینیم اگر زمانی که کی دو وصل می شود، کی یک از مدار خارج نمی شود. یعنی نقشه یکی به جای دیگری نیست، در اینجا نقشه یکی پس از دیگری است. یعنی هم یکم وصل می شود، بعد از یگان وقت معین دویم وصل می شود، بعد از یگان وقت معین سیم وصل می شود. باز یک مثال دیگر میزنیم. اینجا فرض کنیم ما اگر یک کنویر گیریم، ما فرض کنیم یک نوار نقاله سه تا کنویر داریم. و اینجا این از امی میکنیم امی یک، این نوار نقاله یکم امی یک، این امی دو، این امی سه. یعنی موتور یکم در این نقطه است، محرک یکم در این نقطه است، محرک دوم در این نقطه فرض کنید، محرک سوم در این نقطه. یعنی همون نوار نقاله که ما تصویر کردیم یکی پس از دیگری اول یکم محرک راه اندازی می شود، یکم نوار نقاله کنویر یکم راه اندازی می شود، پس از یک مدت معین کنویر دوم و پس از اون کنویر سوم.